یک شرکت عمرانی در کانادا توانست با موفقیت ساختمان یک هتل را با استفاده از 700 قطعه صابون جابجا کند و به مکان دیگر انتقال دهد. یک هتل در منطقه هالیفاکس که در معرض تخریب قرار داشت، با استفاده از روشی عجیب از تخریب نجات یافت و با ایمنی کامل به محلی دیگر منتقل شد. یک شرکت ساخت و ساز وظیفه داشت این ساختمان تقریباً 200 ساله را حدود 10 متر جابجا کند تا فضای لازم برای ساخت یک مجتمع آپارتمانی جدید ایجاد شود. ساختمان آلماوود لاموال در هالیفاکس، واقع در نوا اسکوشیا، کانادا، در سال 1826 ابتدا به عنوان یک بنای مسکونی ساخته شد، اما در سال 1896 به هتل ویکتوریایی آلماوود تبدیل شد. این بنای قدیمی در سال 2018 در شرف تخریب بود. با این حال، یک شرکت املاک و مستقلات این ساز تاریخی را خریداری کرد و تصمیم گرفت آن را به مکانی جدید منتقل کند و روی یک زیربنای جدید قرار دهد تا در آینده بتواند این بنا را به یک مجتمع آپارتمانی جدید متصل کند. با ارزیابی و بررسی‌های صورت گرفته جهت عملیات جابجایی و انتقال، مهندسان ترجیح دادند به جای استفاده از قلتک و دیگر روش‌های سنتی از صابون استفاده کنند. قالب‌های صابونی این امکان را فراهم می‌کرد که بنا به آرامی سر بخورد و راحت‌تر حرکت کند. بر اساس گزارش‌ها، عملیات انتقال با موفقیت سپری شد و ساختمان آلماوود با کمک قالب‌های صابونی و توسط دو بیل مکانیکی و یک کامیون یدکش 10 متر جابجا شد. بعد از 4 روز و صرف بیش از $970، 700 قالب صابون تهیه و زیر این ساختمان 220 تنی قرار داده شد. پس از اینکه صابون‌ها تیرهای فولادی زیر ساختمان را لغزنده کرد، کارگران موفق به جابجا کردن آن شدند. هرچند حرکت دادن ساختمان با صابون عجیب به نظر می‌رسد، اما ایده جدیدی نیست. وزارت حمل و نقل یوتا در آمریکا اوایل سال جاری میلادی از 16 گالن صابون ظرفشویی برای جای یک پل 33 متری استفاده کرد. در سال 2016 نیز یک پل در ایالت میزوری با استفاده از صابون ظرفشویی جابجا شد. با لایک و سابسکرایب از رادیو حوادث حمایت کنید.